سلام و درود بر همه شما خوبان. عزیزی یه قصه ای رو واسم تعریف کرد که اینقدر جالب بود که اولا کیف کردم، بعد حیفم اومد که این قصه رو برای شما عزیزان هم تعریف نکنم. میگه رفته بودم کباب بخرم، شلوغ بود جای کبابی، جلوی من یه بنده خدایی بود. از کبابی پرسید که ببخشید یه درزن کباب چنده؟ گفت 86. بعد این بنده خدا پولاشو از جیبش در آورد، نگاه کرد، دید که 60 تاست. گفت که ببخشید مثلا سیخای کوچیکتر نیست که مثلا یک درزنش 60 تا بشه؟ در همین اثنا اون کبابیه یهو گفت ببخشید یه دقیقه، یه لحظه. دستش آورد تو جیبش و موبایلش آورد روی گوشش و گفت بله بله، چی شد؟ خوش خبری بده. پسره خیلی ممنون، اوی خدای شکرت. الان من یک لحظه دیگه میرسم پیشتون. بعد موبایلش رو بست و گذاشت توی جیبش. بعد رو کرد به همین بنده خدایی که جلوش بود، گفت به، صورت تو صورت برکته، اومدن به دکان ما باعث برکت شد. صدا زد گفت 2 درزن کباب بدید به این آقا، هدیه از طرف دکان ما. و 2 درصد کباب آوردند و از این ور اون ور نمیدونم چیزای دیگه رو هم سالاد مالادی و اینا رو هم جمع کرد و همه رو پیچید و به آقای داد و سرش رو بوسید و گفت که به برکت تو، به میمنت تو من صاحب پسری شدم. خیلی خیلی ممنون، لطف و بزرگواری بود که اومدید دکان ما. و از پشت ویترین اومد این ور و ایشون رو تا دم در بدرقه کرد و باش خداحافظی کرد و سرش رو بوسید و رفت. بعد که اومد سر جاش گرفت، منم سفارش خودم رو دادم و گفتم که مبارک انشالله. گفت چی مبارکه؟ گفتم که پسرتون خداوند بهتون پسر داده. من که هنوز ازدواج نکردم. گفت الان خودت گفتی که تو تلفن حرف میزدی که پسر و فلان و این بنده خدا رو به کسی که اینجا بود باز جایزه دادی و اکرامیش کردی. گفت نه جوون، این آقا تو صورتش من خوندم که آدم فقیری هست، اومده برای خانوادهش، برای بچهاش کباب بگیره. اما دیدی وقتی دید که به صلاح قیمت کباب رو نداره، گفت که میشه کباب ارزون تر بشه. من کباب هم ارزون تر میشه. خواستم که بهش اکرامش کنم تا بتونه پیش برای خانوادهش چیزی ببریم. خب این نقش رو دیگه بازی کردم. میگه من کیف کردم از این حرکت این جوونی که به این صورت تونست یک انسان فقیر رو کمکش کنه، جلوی این مردم خجالت نشه. اگر میتونه، گفت من میتونستم بشه بدم همینجوری ازش هم پول نگیرم، اما این انسان عزیزی هست، نباید کرامتش رو خدشه‌دار بکنم. اگر من جلوی اینها به جناب شما صدقه و خیراتی بهش میدادم، اون خرد میشد. من نمیخواستم عزت نفسش رو پایمال کنم. عزیزان ببینید، این فقه، این فهمه، این شعور درسته. نه اونی که میره نمیدونم یه خدمات و خیراتی میده، از مؤسسه خیریه ای هست یا از افراد خیری هستن و چیز به اصطلاح عکس میگیرن، فیلم برداری میکنن که آقا ما اومدیم به این فقیر یا به این فقرا کمک کردیم، به این دارالتحفیظ کمک کردیم، به این یتیما کمک کردیم، رفتیم به این بیمارا و به بیمارا کمک کردیم و فلان، و فیلم برداری میکنه و آبرو و حیثیت و کرامت اون انسان فقیر رو پایمال میکنه. نه عزیزم، اگر خواستی کسی رو ازش تقدیر کنید، جایزه بهش بدید، قدر شناسی بکنید، یک موفقیتی به دست آورده، بله تصویر بگیر، خوشحالش بکن، این از جزی از اون قدردانی باشه. اما وقتی که میخوای صدقه و انفاقی بدی، طوری بده که دست چپت نمیدونه که دست راست چی داده. طوری کرامت و عزت مثلا اون فقیر رو مراعات کن که دیگه هیچ خدشه‌دارش نکن. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. خداوند متعال به ما میگه که صدقات و خیرات و خوبی های خودتون رو با منت و با نمیدونم کارهایی که باعث میشه که طرف مقابل اذیت بشه ضایعشون نکنیم. پس بیاییم به جامعه برسیم، به دیگران خدمت کنیم، اما طوری خدمت کنیم که خودمون از اون خدمتمون لذت ببریم، فقط خدامون خبر بشه که ما به فلان بنده خدا خدمت کردیم یا کمک کردیم. نه اینه که بیایم فیلم برداری بکنیم یا عکس بگیریم و حیثیت و کرامت انسانها رو پایمال بکنیم.